سلام و ارادت. توی این پست میخوایم با افتتاح حساب و شروع به معامله گری توی فارکس با هم صحبت بکنیم. برای افتتاح حساب روی این لینکی که زیر همین ویدیو احتمالاً تگ شده یا این لینکی که براتون ارسال میشه کلیک بکنید و گزینه حالا اوپن رو من میزنم. وارد صفحه سایت بشیم. حتما دقت داشته باشید که فیلتر شکنتون روشن باشه و بعد روی لینک کلیک بکنید. خب این صفحه براتون باز میشه. توی این صفحه حتما اطلاعات رو کاملا دقیق وارد بکنید. توی قسمت فرست نیم اسمتون رو وارد بکنید. توی قسمت لاست نیم در واقع فامیلی خودتون رو وارد بکنید. توی قسمت ایمیلی که باهاش در واقع میخواید ثبت نام بکنید رو وارد بکنید و حتما توجه داشته باشید که ایمیلتون باید کاملا دقیق و درست باشه. توی قسمت شماره تلفن هم بگردید اول کد ایران رو یا اگر ساکن کشوری غیر از ایران هستید کد اون کشور رو پیدا بکنید و بعد شماره تلفنتون رو بدون در واقع 0 وارد بکنید و نهایتا نکست رو بزنید. بعد از اینکه نکست رو زدید این صفحه رو برای شما میاره که اینجا تاریخ تولدتون رو به صورت میلادی باید بزنید که روز چندم بوده، ماه به عنوان مثال چندم بوده و سال چند بودید که کاملا دقیق طبق چیزی که توی پاسپورتتون هست، طبق چیزی که توی کارت ملیتون هست اینها رو وارد بکنید. توی قسمت آدرس صرفا اسم خیابونی که توش ساکن هستید رو وارد بکنید. تو قسمت سیتی هم میزنم توی شهر مثلا باز تهران و قسمت پست کد یه کد پستی که مرتبط باشه وارد بکنید. من کد پستیم رو وارد کردم و نکست رو میزنید. بعد از اینکه نکست رو زدید این قسمت از شما نوع اکانتتون رو میپرسه که میتونید متا تریدر 4 یا 5 باز بکنید. من به عنوان مثال متا تریدر 4 حساب باز میکنم. 3 نوع حساب میتونیم داشته باشیم. حساب فیکس که در واقع اسپردش از 1.5 شروع میشه و کمیسیونی هم نداره. حساب کلاسیک که اسپردش از 1.2 شروع میشه، 1.2 پیپ به بالا و کمیسیون هم نداره. یا حساب را که اسپردش از 0.1 پیپ شروع میشه، با این تفاوت که به ازای هر معامله حداقل $4 از شما در واقع کارمزد دریافت میکنه. به ازای 1 لات معامله میانین $4 از شما کارمزد دریافت میکنه. و این نکته رو داشته باشید که اینجا چون اسپرده بسیار پایین تره من خودم از این نوع حساب استفاده میکنم و به صرفه تر هستش برام که به خاطر اون سیستم معاملاتی که دارم از این نوع حساب استفاده کنم و این رو هم توصیه میکنم. اکانت کورنسی هم یعنی پولی که پول پایه حساب شما هستش که یعنی پولی که واریز میکنید به حسابتون بر اساس اون پول حساب کتاب میشه که من روی دلار انتخاب میکنم و نکست رو میزنم. توی اینجا از شما میپرسه که آیا شما شخصی هستید که به ایالات متحده گزارش میدید که no. Are you a politically exposed person؟ فردی هستید که سیاسی هستید، بازم no. و تو قسمت پسوردی وارد کنید که به عنوان مثال حرف اولش ادساین باشه و ترکیبی باشه از حروف بزرگ و کوچیک انگلیسی به اضافه حداقل 5 تا عدد. این قسمت هم تکرار پسوردتون رو مجدد ثبت بکنید. این دوتا تیکی که اینجا هستن رو بزنید و سابمیت رو بزنید. بعد از اینکه سابمیت رو زدید حساب شما تایید میشه و وارد حسابتون میشه. یه پیام خوش آمدگویی که بونوسی که بهتون میده رو اینا رو اعلام میکنه. حالا اینا متغیره، بعضی وقتا طرحی چیزی هست بونوس خوبی میدن، بعضی وقتا هم نه خبری نیست، چیز عادیه. از این میگذریم. این قسمت برای وریفای کردن اکانتتون میتونید اقدام بکنید. برای بچه‌هایی که میخوان حسابشون حساب ریل باشه و حساب واقعی داشته باشن که ازتون میپرسه که سالیانه درآمدتون چقدره، مثلا میگیم 5 تا $10,000. بعد کش ولیو آف سیوینگ یا اینوستمنت چقدر مثلا تونستید ذخیره بکنید و سرمایه گذاری بکنید، چقدر پول سرمایه گذاری کردید، مثلا 50 تا 100,000 تا. بعد ازتون میپرسه که چقدر پول برای 12 ماه آینده میخواید در واقع وارد حساب بکنید. حدودی یه چیزی میزنید که مثلا میخواید وارد بکنید،
مثلا 10 تا 50,000 تا. کانتینیو رو میزنیم. اینجا از شما میپرسه که در واقع please select your employment status. نوع اون کاری که دارید انجام میدید رو، آیا شما کارمند هستید یا فردی هستید که خودش صاحبکار خودشه و سلف امپلوید، خویش فرما هستید اصطلاحاً، بازنشسته هستید، دانش آموز هستید یا آن امپلوید هستید. اینها رو مشخص بکنید. من حالا میزنم دانشجو و تو این قسمت دوباره source of funds و منبع درآمدتون رو میخواد بدونه که میتونیم بزنیم family or partner، شریک یا خانواده، و کانتینیو رو میزنیم. با شرایطی که داره موافقت میکنیم و نهایتا سابمیت رو میزنیم. فاینانشال در واقع صورت مالی ما، اطلاعات مالی ما تایید شد. حالا اینجا الان یه اروری داد که نمیدونم چرا، فکر میکنم به خاطر قطعی اینترنت و این صحبت ها باشه، خیلی چیز مهمی نیست. در کل تایید شد، اینم داره میچرخه. میمونه قسمت آپلود مدارک. تو آپلود مدارک از شما پاسپورت یا کارت ملی یا کارت گواهینامه از شما میخواد که میتونید یکی از اینها رو انتخاب بکنید. من گواهینامه رو توصیه میکنم چون یه دونه عکس از همون صفحه اصلش میگیرید و آپلود میکنید. و آدرس میمونه که توی آدرس شما برای اینکه آدرستون تایید بشه بیاید توی این قسمت و توی چتی که داره send us a message رو بزنید. الان جمعه شبه و دیگه نیستن. اینم زده که will back online tomorrow. اینجا یه پیام بدید که سلام، لطفاً ایمیل تایید آدرس رو برای من بفرستید که احتمالاً این بچه‌ای که هستن ایمیلتون رو از شما درخواست بکنن. همین ایمیلی که باهاش حساب باز کردید رو وارد بکنید و یه ایمیلی براتون ارسال میشه که اون ایمیل رو در جواب شما آدرستون رو براشون ارسال میکنید و نهایتاً آدرستون هم تایید میشه که حسابتون کلا تایید میشه. حالا این تا اینجا برای کسایی که کاملا حساب ریل میخواستن تایید بکنن و پول واریز بکنن و شروع بکنن به ترید کردن. اگر نه میخواید صرفا ثبت نام بکنید و حساب دمو داشته باشید، ثبت نامش باز روالش همینه، فقط وریفای رو برای حساب دمو نیاز نیست. وریفای صرفا وقتی که شما میخواید پولی رو از حساب برداشت بزنید به دردتون میخوره. برای داشتن حساب دمو ببینید اینجا ما دو نوع حساب داریم، لایو اکانتس و دمو اکانتس. لایو اکانت که همین حسابی شد که باز کردیم، شما به محض اینکه پول واریز کنید پول مستقیم میاد میشینه به این حساب و اینجا یک شماره حسابی برای شما پدیدار میشه. چون هنوز پولی واریز نشده و حساب واقعی توش تراکنش اتفاق نیفتاده، شماره حسابی هم فعلا ندارید. ولی برای بچه‌ای که میخواید دمو اکانت داشته باشید، تو قسمت مای دمو اکانتس میزنید روی کرییت دمو اکانت و یک حساب دمو و آزمایشی برای خودتون میسازید که پلتفرمش رو میتونید متا 4، متا 5 یا HYCM تریدر انتخاب بکنید. من روی متا 4 انتخاب میکنم. اکانت تایپ رو میتونید حالت فیکسد، کلاسیک و را، همون ستایی که قبلا داشتیم، من دوباره روی را میذارم. لورجم رو میذارم روی 1 به 500 و کرنسیم رو، بیس کرنسیم رو میذارم روی USD که میخوام حسابم بر اساس دلار محاسبه بشه و میزان حساب رو بر اساس پولی که در آینده میخواید سرمایه گذاری کنید و شروع به ترید بکنید بر اساس اون پول در نظر بگیرید. یعنی اگه مثلا $500 دارید و میتونید باش ترید رو شروع بکنید، نیاید بزنید روی 50,000 تا، یا اگه 5,000 تا دارید نیاید بزنید روی 500 تا، چون بالاخره حالت و در واقع اون شرایط تریدتون رو سعی کنید شبیه تر به اون واقعیت انجام بدید. حالا من اینجا به عنوان مثال میذارم 10,000 تا و سابمیت رو میزنیم. سابمیت رو که زدیم این پیام ساکسسفول رو به ما میده و اگر اینجا بریم تو قسمت دمو اکانتس میبینیم که این حساب دمو برای ما ساخته شده. این شماره حساب و کابین نامبر ما هست که میتونیم باهاش وارد متا تریدر بشیم. رمزش هم براتون ایمیل شده، ولی اگه بخواید میتونید توی این قسمت گزینه Change Trading Password رو بزنید و رمزش رو عوض بکنید و یه رمز جدیدی رو وارد بکنید و اوکی. خب الان حساب ما کاملا اوکی شد. یه حساب دمو ساختیم، رمزش هم که تغییر دادیم. برمیگردم دوباره به داشبورد. حالا میخوایم متا تریدر رو نصب کنیم. برای نصب متا تریدر شما بیاید تو قسمت تولز و پلتفرم دانلود. از اینجا متا تریدر مخصوص به خود HYCM رو برای کسایی که میخوان تو دسکتاپ یا توی در واقع به صورت وب یا توی iOS اینا کار بکنن، از همینجا دانلود بکنید و ازش استفاده بکنید. متا 5، متا 4 و HYCM تریدر رو میتونید
داشته باشید که HYCM تریدر صرفا مال موبایل هستش فعلا. خب اینجا روی متای 4 به عنوان مثال میزنیم و خب دانلود اتفاق افتاد. اینجا دابل کلیک میکنیم روش و منتظر میشیم تا نصب بشه. خب این پنجره رو واسه ما میاره. شما میتونید نکست رو بزنید و به صورت پیشفرض تو همون آدرس درایو سیتون نصب بشه، یا از اینجا مثلا میتونید آدرسی که داره توش نصب میشه رو مثلا عوض بکنید که اسم دیگه ای رو بخواید وارد بکنید، مثلا اینجوری توی آدرس جدید نصب بشه. بسته به میزان سرعت اینترنتتون این پروسه طی میشه و متا تریدر براتون نصب میشه. خب این الان برای ما نصب شد و فینیش. خب الان اگه وایسیم اولا سایت MQL5 رو باز میکنه برامون که این رو میبندم، هیچ نیازی بهش نداریم. اینجا هم برمیگردم به داشبورد. خب این قسمت ما اکانت دمومون داشتیم. کد کابین نامبر یا شماره حساب رو من کپی میکنم تا متا تریدر که باز شد کد رو ثبت بکنیم و وارد بشیم. خب متا تریدر به این صورت برای ما باز شد. برای کسایی که میخواین وارد حساب لایو بشید این قسمت HYCM لایو رو انتخاب بکنید و next رو بزنید، existing trade account رو بزنید، کدتون و پسوردتون رو وارد بکنید و وارد بشید. الان ما یه حساب دمو باز کردیم. HYCM دمو EU رو میزنیم، next رو میزنیم و دوباره existing trade account. این قسمت همین کدی که اینجا داشتیم رو و کپی کرده بودیم رو پیست میکنیم. رمزی هم که برای حساب تعیین کردیم رو اینجا وارد میکنیم و نهایتا فینیش رو میزنید. خب وارد حساب شد. ببینید وقتی وارد میشه این قسمت یه عددی میاد که تو سمت راست پایین این قسمت نشون میده که حساب وارد شده و این قسمت گزینه ترید رو میاره و وقتی روش میزنید اینجا میاره که مثلا این حساب بله 10,000 تا دارایی داره. اینا رو من میبندم چون اولین باری که وارد میشید اینا بر اساس حسابی که الان وارد شدیم تنظیم نیستن، به خاطر همین دیتای قیمتی رو برامون نمیارن. اینجا به عنوان مثال شما میتونید چارت یورو دلار رو داشته باشید، چارت ویندوز رو بزنید به این صورت و دیتای چارت رو دارید اینجا میبینید و میتونید از این به بعد کار تریدتون رو شروع بکنید. و اینم چارتی هستش که بالاخره قیمت داره توش نوسان میکنه. اینم حالا این قسمت هم زده که حسابی که ما باش وارد در واقع متا تریدر شدیم. این شد مراحل کامل افتتاح حساب و ورود به متا تریدر. موفق و پیروز باشید. سوالی داشتید زیر همین پست برام کامنت کنید.